سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. با گرامر کاربردی پسوندهای فاعلی برای شخص بن در خدمتتون هستم. بریم که بخونیم. قبلش حتما لایک و سابسکرایب یادت نره. ممنون که حمایت میکنی. خب حروف صدادار، بریم که بخونیم. حروف صدادار اول حروف صدادار رو بلد باشیم. نگاه کن، حرف آ، ای، آی با نقطه، آی بی نقطه، اوی با نقطه، اوی بی نقطه، یو با نقطه، یو بی نقطه. به اینها در ترکی میگن حروف صدادار. بقیه حروف میگن حروف بی صدا، یا حروفی که حالا به درد نمیخوره. حروف صدادار حروفی که خیلی به دردمون میخوره. حروف صدادار 8 هستن، همین هایی که گفتم، و به 2 دسته تقسیم میشن: دسته کالن و دسته اینجا. دسته کالن شامل آ، آی بی نقطه، اوی بی نقطه و یو بی نقطه است. دسته دوم دسته اینجا شامل ای، آی با نقطه، یو با نقطه یا اوی با نقطه است. خب این دسته هم شامل اینها هست. از لحاظ لغوی کالن به معنی چیز حالا ضخیم و زمخت هست و اینجا به معنی چیز نازک و ظریف. پس 8 حرف خوندیم به نام حروف صدادار. به 2 دسته تقسیم شدن: دسته کالن و دسته اینجا. خب بریم سراغ ادامه درسمون. بریم سراغ پسوندهای فاعلی یا جملات اسمی خبری است یا هست برای شخص بن. نگاه کن، وقتی میخوای بگی من یک کاره هستم، به طور مثال بگی دکتر هستم، حالا 25 ساله هستم، مجرد هستم، هر چیزی که هست یا است خبری باشه، جملات اسمی خبری باشه، بخوای اینا رو بگی، اولین قدم ها برای مکالمه کردن در ترکی به این گرامر نیاز داری. نگاه کن، پسوندهای فاعلی برای شخص بن به ترتیب ایم، اینها هستن. اینها پسوندهای فاعلی برای شخص بن ما هستن. خب هر کدوم از اینا کی میاد؟ تمام اینها معنی هست و است میدن. این جمله خبری هستن. نگاه کن، بخوام بگم من دکتر هستم، شه بن دکتروم. چرا اومد؟ نگاه کن، یو بی نقطه. زمانی که آخرین حرف صدادار یک کلمه اوی بی نقطه و یو بی نقطه باشه، از استفاده میکنیم. این نه تنها در اینجا، بلکه در تمام پسوندهی ها حالا قابل استفاده هستش. این قاعده که الان گفتم. پس من دکتروم، من دکتر هستم. بن گوزل ایم، من زیبا هستم. خب ایم، پس بن گوزل ایم، من زیبا هستم. نگاه کن، چرا از ایم استفاده کردم؟ زمانی که آخرین حرف صدادار من حالا ای و آی با نقطه باشه، از پسوندی استفاده می کنم که آی با نقطه همراه خودش داشته باشه، مثل ایم. این در تمام پسوندهی ها هستش. بن گوزل ایم، من زیبا هستم. مورد بعدی، بن köylüyüm. چرا اومده؟ نگاه کن، زمانی که آخرین حرف صدادار یک کلمه اوی با نقطه یا یو با نقطه باشه، پسوندی میاد که یو با نقطه همراه خودش داشته باشه. بن köylüyüm، من اهل روستا هستم. چرا وسطشون یه اومده؟ نگاه کن، هرگاه در ترکی کلا یه قاعده داریم که هیچگاه 2 حرف صدادار در یک کلمه ترکی نباید پشت سر هم بیفتن. نگاه کن، هیچگاه در یک کلمه ترکی 2 حرف صدادار از اون 8 حرف نباید پشت سر هم بیفتن. اگه بیفتن، قانون حروف صدادار ما رو نقض کردن. در اینجا باید فقط یه یا شاسم بینشون بذاریم. هرگاه دیدید 2 حرف صدادار میخوان در ترکی پشت سر هم بیفتن از اون 8 حرف، بینشون یه بذارید، فقط بینشون یه. حالا جاهایی هستن که یه نمیذاریم، حروف دیگه یاشاسن رو میذاریم. کلاً حالا وظیفه حروف یاشاسن اینه که بین 2 حرف صدادار قرار بگیره و محافظت کنه از قانون حروف صدادار ما. خب مورد بعدی، بن هاستایم، من مریض یا بیمار هستم. نگاه کن، بن یعنی من، هاستا یعنی مریض یا بیمار. نگاه کن، اینجا هم 2 حرف صدادار باز خواستن پشت سر هم بیفتن که مجبور شدیم استفاده کنیم از یه یاشاسن. خب چرا اومده؟ چرا استفاده میکنیم؟ نگاه کن، زمانی که آخرین حرف صدادار یک کلمه آ و آی بی نقطه باشه، از پسوندی استفاده میکنم که
آی بی نقطه همراه خودش داشته باشه. پس شد ben hastayım، من مریضم یا من بیمار هستم. خب پس اینم از این. من یک بار دیگه از روی مثالمون تلفظ میکنم. ben doktorum، ben güzelim، ben köylüyüm، ben hastayım. خب بریم سراغ حالا مثال هامون. تو مثال ها بیشتر باشون کار کنیم. خب مثال هامون نگاه کنید. این مثال ها از کتاب هیتیت هستش، کتابی بسیار عالی برای یادگیری زبان ترکی که حالا چاپ دانشگاه آنکارا هستش. خب گفته tamamlayalım، تکمیل کنیم. hadi tanışalım، hadi یعنی زود باش، زود باش. tanışalım، tanışmak آشنا شدن. tanışalım آشنا بشیم. خب بریم که بخونیم. selam، benim adım Burak. سلام دادن غیر رسمی سلام. benim adım اسم من هست. Burak، نگاه کن آد به معنی اسم، اون پسوند هستم است. پسوندهایی که الان خوندیم. پس حالا اونجا بن اسم من هست، من اهل بنیم هم بن نگاه کن بن به معنی من هست. پسوند گرفته شده منصوبیت است. بن این گرفته نگاه کن اینجا هم پسوند فاعلی همش. مورد بعدیشو نگاه کنید. اسم من براکه. در ادامه گفته 26 yaşındayım، 26 ساله هستم. یه یاشاسم میذاری به اضافه آیه بی نقطه. خب در ادامه گفته avukat وکیل هستم. مورد بعدی merhaba، نگاه کن مرحبا هست در اصل. ترکا سریع میگن merhaba، سلام، ben نیلگون، من نیلگون هستم. 20 yaşındayım، یه یاشاسم به اضافه آیه بی نقطه. نگاه کن 20 yaşındayım، 20 ساله هستم. و استانبولویوم و اهل استانبول هستم. استانبول همون استانبوله. لو پسوند منصوبیت، حالا او من پسوند فاعلی. یه یاشاسم هم میذاریم اینجا نگاه کنید. خب مورد بعدی adım Tolga، اسمم تولگا هست. 30 yaşındayım، 30 ساله هستم. Ankara'da bir restoranda گارسون هستم. یو بی نقطه خب در ادامه iyi günler اینجوری رو مکالمه رو شروع کرده. روز خوش، iyi günler. خب یا روز بخیر. گفته adım اسمم، اسین هست. گفته İzmirliyim، یه یاشاسم به اضافه آی با نقطه ایم İzmirliyim، اهل ازمیر هستم. آنکارادا، در آنکارا، دا پسوند دره. öğrenciyim، دانشجو هستم، دانش آموز هستم. öğrenci هر دو معنی رو میده، هم دانش آموز هم دانشجو. یه یاشاسم به اضافه ایم. دردم گفته 22 yaşındayım، 22 ساله هستم. خب اینم از این. خب زیر این پست میتونید خودتون رو معرفی کنید به ترکی. به طور مثال بگید مرحبا، سلام، اسمم اینه، اسمم مالا فلانیه، حالا چند ساله هستید اونو بگید و اینکه در کجا زندگی میکنید. خودتون رو زیر پستم معرفی کنید. حتما هم لایک و سابسکرایب یادتون نره که به حمایت شما نیاز داریم. ممنون که هستین و ما رو حمایت میکنید.